یادی مادر بوی ریحان میکند، بوی شیون های بریان میکند. یادی مادر بوی ریحان میکند، بوی شیون های بریان میکند. غمگساری من شفایم رفت رفت، یادش اکنون بوی درمان میکند. غمگساری من شفایم رفت رفت، یادش اکنون بوی درمان میکند. خانه چون جانی پاکش ساده بود، سیر پر آزاده و بکشاده بود. خانه ای آزاده ای در بسته، های های از دردی پنهان میکند. خانه ای آزاده و در بسته، های های از دردی پنهان میکند. الهمی من مومی آیم رفت رفت، غمگساری من شفایم رفت رفت. تلخ و شیرین روزگارش یاد باد، یادش اکنون بوی درمان میکند. تلخ و شیرین روزگارش یاد باد، یادش اکنون بوی درمان میکند. یادی مادر یادی مادر یادی مادر، یادی مادر یادی مادر یادی مادر، یادی مادر یادی مادر یادی مادر، یادی مادر یادی مادر یادی مادر. با حرمت بزرگی نام مادران عزیز ارجمند و پدران صاحب احترام و کل اون نفرانی که همین حالا وقت جدا کرده و ما را تماشا کرده ایستاده، درود و سلام شامگاهی نثارتان. گرچنده که هوا در بیرون سرد است، ولی هموطنان عزیز قلب ما نسبت شما گرم است و همون محبتی که نسبت شما داره ما را قرار نمیگذارد. تلاش میکنیم که با بهانه ثبت این یا آن برنامه به دیداربینی شما بیاییم، در خاندان شما مهمان شویم و حال پرسی کنیم. امیدوار هستیم که تن صحت هستید عزیزان، خانه‌تان آباد باشد. تاجیکستان آفتابی ما همیشه امن و امان. این برنامه فضا است عزیزان، مهمان خاندان شما و ما در برنامه مهمان داریم هنرمند شایسته تاجیکستان
کارمند فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف، استاد هنر قابل جان ظریفوف شما را خیر مقدم میگویم و یک گروه رامشگرانی که اینجا واقعا ترانه نخستین را با همراهی استاد دستاندرکاری کرده، نوازش کرده و استاد خواندن خیلی راحت بخش بود و گمان میکنم مادران عزیز تحسین و آفرین به همگی ما و شما رسانیدند. خب سلام و پیامتان را رسانید. تشکر. اولا سلام و درود خود را به کلی بینندگانی دوست داشتی من تلویزیون سفینه میرسانم و امروز گرچه بیرون چیزی که شما گفتید سردم باشد لیکن دل ما گرم است و میخواهم که امروز با سرودهای خود دل بینندگان تلویزیون سفینه و کلی تمام مخلصای عزیزم را شاد گردانم. صحتمند باشین. تشکر. استاد قابل جان ظریفوف یک نفری هستید که نوکار هستید، نوجو هستید و همیشه کوشش میکنید که واقعا در راه هنر و ایجادتون نوجویی و یعنی که ترانه هاتون به هم قدم زمانه باشد. این ترانه مادر را کی ایجاد کرده و یا برای برنامه فضا آماده کرده چگونه بود؟ بله، این سرودی مادر یادی مادر است. بله. یادی مادر را کردم و آرزو میکنم که مادری تاجیک همیشه زنده و سلامت باشد. بله. و آنهایی که در مابین ما نیستند دلم جای کاش جنت باشد و همین خواستم که با همین سرودی نو خود یادی مادر که شعر از نظر یزدان است بله. برای بینندگان عزیز پیشکش کنم. چقدر آماده شد این ترانه؟ آهنگ رو کی آماده کرد؟ اگر خواهید که آهنگ خوب براد، بله. سرود به دل شنونده مقبول باشد، مهنت کردن در کار، یعنی همراهی یعنی کلی هنرمندان که همیشه همراه من هستن، یعنی سروده طی اگر گویم یک هفته ما کار کردیم و امروز خواستم که پیشکشی بینندگان گردانم. خیلی بلذت هم بود، خیلی زیبا آماده شده بود، نوازش های گوناگون، رامشگرا هم واقعا یک مهارت عالی اجرا کردن و تشکر. بیاید یک کمک دیگر از فعالیت هم قصه کنید، بعدا باز با موضوعهای دیگر حتما که پیگیری خواهیم کرد که کارا چطور هستند. امروز بند چی کار هستید؟ با کدام پیشروی ها نویل گردیدید امسال؟ طی 33 سال میشه که در فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد اکا شریف جورایف کار و فعالیت میکنم و چندین شبیه ایجادی ها کردم در کاخ همون فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد اکا شریف جورایف و سفرهای هنری در ولایت سوت بود، ولایت ختلان بود و میخوام که یک برنامه خوب کنم برای مردم بدخشان. بسیار خوب. یک برنامه بود برادرم حفظ کسبم دولت نرزی گفت که هر کسی که همین تاجیکستان رو دوست دارد یک بار دروازم زیارت کند. بله. آبادی دروازه من میبینم در تلویزیون و تمامی ناحیه ها آباد، تاجیکستان آباد، بله. پایتخت آباد. همین های دیده من میخوام که سرودهای نو کنم و ماه مای همراه جگربندم کامل جان در روز عید غلبه برای بینندگان عزیز یک برنامه با سرودهای نو پیشکشی تماشا بینان گردانم. بسیار خوب می شود. خب اندر فضیلت هنر چی گفته می توانید؟ سوال است که هر نفر، هر هنرمند به هر نوع و هر طرز پاسخ می گرداند. خب شما در این مورد چی گفته می توانید که فضیلت هنر را، بزرگی هنر را، ثروت هنر را، گنجینه هنر را چگونه درک میکنید، چگونه میفهمید، چگونه در اندیشه شما دور میزند؟ هنرمند اساساً هنرمند باید یک شعری هست: دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد، قدر آدم هم بلند از خاکساری می باشد. می شود هنرمند اساسا می بود انمی خاکسار باشد. برای هنرمند خوب شدن مهنت کردن، با میگم مهنت کردن در کار، مهنت کردن در کار، انمی وطن بهشتی ما دوست داشتن در کار. بله. و فضیلت هنرم من گمان میکنم در آن است که هنرمندم در آن صورت موفق میشد که به قدر هنر رسید. انمی به قدر هنر رسیدن در کار. بله. چون هنر هدیه آسمانی است. چگونه ایده ها پیش نظر می آید برای اون که مثلا سرودتان ماندگار باشد،
ترانه هایتان دور زبان مردم باشد. در همین مورد چگونه اندیشه رانی میکنید؟ باز میگم که محنت کردن در کار، سرودی خوب پیدا کردن در کار، متن خوب پیدا کردن در کار. بله. همین متن خوب باشد، شعری بلند باشد و تیز در دل دیده شنونده جا می شود. بله بله. همین است. و امروز واقعا جامعه در حال رشد است. نسل جوان و در عموم مردم کشور و در عموم هر نفری که خوب به سرود گوش می اندازد الکی درک میکند که کدام هنرمند پیگیری کدام موضوع است، کدام هنرمند شعر بلند میخواند، شعر پست میخواند و واقعا در همون صورتی با گفتی بابای اودینه هاشم که شعر باید با قوت باشد، آهنگ پیدا می شود. خب تشکر. و ترانه‌ای که حال حاضر اجرا میکردید این ترانه چی نام دارد؟ شعر دوشنبه از استاد کمال ناصرالله است برای انمین پیشروی پایتخت عزیزمان. بله. روز تا روز زیباش ایستاده است. خب تصمیم دارد که این شعر رو که آهنگ کرده روی کار آورده در همین زیبایی های قلب تاجیکستان یک نوار برداری کنید؟ همین من حاضر طریق زنده نمیخوانم، ثانی همراه هنرمندان کار میکنیم و یک کلیپ خوب هم میشه در همین پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه زیبا. بله. خب این رسالت هنرمندان است دیگر که همین قدر زیبایی ها رو تصویر برداری کنند، خب با جهانیان شناسانند، چون شما رو دیگر میشناسند، ترانه های شما رو مثلا پزماند میشوند و اگر در برابر آهنگ خوب، ترانه خوب، باز یک نوارهای جالب و دیدنی و زیبایی که واقعا در کشور ما خیلی خیلی زیاد است اجرا شود، کارنگ دیگر میگیرد. خب تشکر. و پس بیننده های عزیز، ترانه نوبتی که استاد قابل جان ظریف اجرا میکنند این در وصف دوشنبه نازنین دلربای دیده درو است که واقعا در وصفش سخن گفتن رسالت ما است. مرحمت. نصرتی من، حسرتی من، شهر ارمانم دوشنبه، با تو بودم با تو هستم، با تو میمانم دوشنبه. نصرتی من، حسرتی من، شهر ارمانم دوشنبه، با تو بودم با تو هستم، با تو میمانم دوشنبه. کوچه هایت گل فشان شد وقتی تو از نو جوان شد، چهره خوشبختی من روی خندانم دوشنبه، چهره خوشبختی من روی خندانم دوشنبه. در نمای تو نمایم، آبرویت آبرویم، شهنشانت شهنشانم، جانی تو جانم دوشنبه. در لبم همچون دعایی، در دو چشمم زیایی، در لبم همچون دعایی، در دو چشمم زیایی. متکایی هستی من، قصر ایمانم دوشنبه، متکایی هستی من، قصر ایمانم دوشنبه. میوهی وحدت بیروید در هوای مهری پاکت، در طلوع شاخه های سبزی دستانم دوشنبه. با تویم هر لحظه اما با تو پزمانم دوشنبه، با تو بودم با تو هستم، با تو میمانم دوشنبه. با تویم هر لحظه اما با تو پزمانم دوشنبه، با تو بودم با تو هستم، با تو میمانم دوشنبه. با تو بودم با تو هستم، با تو میمانم دوشنبه، با تو میمانم دوشنبه، با تو میمانم دوشنبه.
شام عطرآلود و برف پوشی وطن به همتون بار دیگر مبارک. همدیران عزیز، امیدوار هستم که خسته نباشید و با ما پیوست هستید. اگر همین گونه هست بازم سپاس به همه شما و یادآور میشویم که مهمان ما هستند قابل جان ظریف افتصانی عزیز، کارمند فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام یکشریف جورایف که ترانه دوم رو در وصف شهر دوشنبه، شهر آرزوها سراییدند. گمانم این ترانه هم تازه نشر است. البته کمی وقتای دوره که چه بگم ناو همین کارخانه و کار و فعالیت سر کردم، همونجا کمی یک 4 مصرش کار کردم و ثانی امروز دیدم که دوشنبه عزیز ما، پایتخت زیبای ما، پایتخت همین بهشتی ما که روز به روز زیبا شده است. من همین دیدم که استاد کمال نصرالله به فکرم در دوره همون جوانه شونم همین پیشرفت دوشنبه دیده همین سرود نوشتگی بدین، همین شعر نوشتگی بدین که امروز دیدم که دوشنبه روز تا روز گلستان شده است. همین را پیشکشی تماشی بینان کردم. بله. خب فصل زمستان که فصل به قول استراحتی است و در برابر کار یکم مثلا هنرمندم باشیم استراحت میکنیم، نمیدونم روزنامه‌نگارم باشیم، هر فردی که باشد. خب و این استراحت رو به ایجاد بخشیدن گمان میکنم یک عالم خیر و برکت است برای نفری که در راه ایجاد است. خب چی تصمیم داره در فصل زمستان که تو مثلا در پیش مثلا بهار نوزدانه می آید و در اون بهار البته عید مادران است، نوروز یا مفروض است. خب ترانه ها هستن. البته من یاد مادر من ثبت کرده میخوام که در روز همین جشن مادر را پیشکشی تماشا بینان گردانم. یعنی دوشنبه تیار کرده در همین جایهای زیبای دوشنبه در همین ببینید که روز تا روز زیبا شده در همین جاهای زیباش همین دوشنبه کلیپ کرده پیشکشی تماشا بینان کرد و گمانم که تو با فصل نوروز و بهار بازم ترانه های نو میکنید. سرود نوروزی تیار کردیم. این یک محال خدا در نوروز تیار میشد پیشکشی تماشا بینان سرودهای نو برای تماشا بینان عزیز، برای مخلصای عزیز که تشنه سرود و تشنه همین سرودهای نو بنوی همین من هستم. سلامت باشید. خب ببینید اکنون امروز به قول هم یک گویم که مد شده است، خطا نمیکنیم، هنرمندان بیشتر کوشش میکنند که فرزندانشون هنرمند شوند به مثلشون. خب اکنون دیگر راه پدر همون ذوق دوران نمیدونم خردی فرزند است که پیگیری میکند. چگونه بها میدهید هنر فرزند خودتون کامل جان رو و کامل جان امروز چگونه توانست که همشه یک هنرمند جوان خود را وانمود کند در روی صحنه، خود را با مردم بشناساند؟ اولا راست شگم نخواستم که هنرمند شود. یکی دیدم که همین سعی کوشش دارد، همین باز تکرار نشد محنت میکند، همیشه در کنسرت های من در پهلوی من هست که میخواد حاضر زمانه شود. زمانه که پیشرفت است، تکنیک پیشرفت است. برای همین ثانی دعا دادم و دیدم که مخلصی خود را پیدا کرد. وقتی صحنه که برآمد در صحنه آزاد است، هنرمند آوازخوان در همین صحنه میباید آزاد باشد. بله بله. من دیدم که روز تا روز فعالیتش پیشرفت است. همین و همراه یعنی ما زنده‌خوانی یاد گرفت. ولی بعد از من کوشش میکنم که آماده همین 4 سرودم در فضای اشتراک کند. بله بسیار خوب میشود. پیشکشی مخلصان گرداند. 33 سال از گفتید روی صحنه هستیم. خب در همین ظرفیت 33 سال فعالیت کاری چی رو فهمیدید از این صحنه مقدس؟ این صحنه برای من البته مقدس است. من شکرانه میکنم که همین خدا به من آواز داده است. بله. این آواز از خردی من همین خودم میشناسم و آوازخوان بودم. دیگه یگان کار به من دست نزدم، نه که محنتم خار نکردم. برای هنرم جان من باشد من میتیم. چه بگه این هنر خدا میتید. بله. خدا میتید. نه که باز میگه که از تو حرکت از خدا برکت. سلامت باشین. تشکر. و واقعا همین است که میگن هنر آموز که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی.
هر فردی که در کف دست هنر دارد و به آبله کف دست نان می‌یابد زندگی او مزه دیگر دارد، راهی او یک کشایش دیگر دارد و اگر واقعا انتخاب درست باشد، اگر واقعا قابلیت به کار برود، ذهنیت به کار برود و اینا را پشت سر نکنیم، انسان در هر جای باشد به موفقیت نائل میگردد. سپاسا. خب قیمت شناسی اهل رامشگرا هم هست که شما رو مثلا در پهلوتان هستند. من از اینا بسیار منت دارم. همینا هستند و من در روی صحنه تاجیک همراه همینا هستم. من از اینا بسیار منت دارم که شب و روز در همراه من هستند. یعنی که با کمک رامشگران، با مثلا همکاری کردن با شاعران، با آهنگسازان ترانه مکمل می آید، مخلص هم بهای خوب می دهد، سرود هم ماندگار می شود. ترانه که حال حاضر می سراید این ترانه چی نام دارد؟ تاجیکستان. بازم در موضوع تاجیکستان عزیز. وطن بهشتی ما تاجیکستان است. صحتمند باشد. هموطنان عزیز، همدیران گرامی قدر، با امید اونه که همیشه صلح و ثبات و وحدت و یگانگی در وطن اجدادی ما تاجیکستان آفتابی، تاجیکستان نورباران ابدا بماند و تن این ملت سالم، روزگارتان با سعادت، خاندانتان پر از گندم، شامتان بخیر، شبتان خوش. میشنویم سرود انجامی را. خیر عزیزان، مرحمت. سرزمین باغ و بوستان، شهر دهش نور باران. سرزمین باغ و بوستان، شهر دهش نور باران. باغ میدانش گلستان، تاجیکستان تاجیکستان، تاجیکستان تاجیکستان. ساکنانش با سخاوت، با فضالت، با فراست، ساکنانش با سخاوت، با فضالت، با فراست، اهل معنی و نفاست. تاجیکستان تاجیکستان، تاجیکستان تاجیکستان. های تختش های دلاره، شهر صلح و شهر زیبا. های تختش های دلاره، شهر صلح و شهر زیبا. به محاباسی به دنیا، تاجیکستان تاجیکستان، تاجیکستان تاجیکستان. به محاباسی به دنیا، تاجیکستان تاجیکستان، تاجیکستان تاجیکستان، تاجیکستان تاجیکستان، تاجیکستان تاجیکستان.